پاک شده برخواندن همه اونهایی که این ویدیو در هر کجا آنلاین میبینن. امیدوارم که حالتان خوب است و بعد 1000 ساله که خوب من اینجا ویدیو میکنم باز یک ویدیو اطراف کارهای دهه و فکر میکنم که شما پزما شده نه. خب برای کار دهه را کردن خب لباس های جنگی را پوشیدیم و اماده کار هستیم و ببینید که چی کار است که من برای شما خب اینجا نوار کردم. ابونه شدن، لایک گذاشتن و کامنت کردن فراموش نکنید. رفتیم. نفر با شوخی یا که نمیدونم جدی از ولایت ختلون طرف یک مردم حصار میگوید که اگر مردم حصار بخیلی نمیکردند و تاکشون نمیبریدند حالی در این قصال با خودی غرم و با خودی همون کلوبه می اومدم و انگور سری میخوردیم. خب البته این باشد که یک شوخی باشد ولی به هر حال من برای چی تاکه باید برند برای شما میفهمونم و امیدوارم که شما برای خودتان استفاده میبرید. حاضر در نواری خب برای چی تاک میبرند؟ برای که اگر تاک برای مثال اینقدر دراز است اگر همه این ما نبریم وقتی که به حاصل میدارد یعنی مخچه میکند گل میکند و انگور میبندد قوتش نمیرسد برای همه اینا رسوندن و خودی همون سال خودش قاق میشه. انا نازکی در چکی باید حداقل 2 یا 3 مخچمونه وابسته به چی میگن وابسته به نمی که در سال میشوند. برای مثال امسال و هر سال 2 مخچه میموندیم. برای مثال 1 مخچه 2 مخچه میمونده و امسال که سرنم است
برای که خوب حاصلش خوب میشه، یعنی الکه انگورهای هم سالبند شدن، برای مثل یک سال کم یک سال خوب و واسه اینم از زمستانی که میآید و این سال اینا 1 2 3 مخچه موندگیم، یعنی 3 مخچه قوت میکند. برای همین خب با موسمی وقتی که تاک کرد و چی شد با میمونیم، یعنی این تاکو اگر انگورم ندید بازش، یعنی قوت نکند برای انگور دادن، اما امکانی چی دارد؟ امکانی تاک دادن هم دارد که برای تاک گرفتن هم این چیزی در کاری است و این علابی مردم حساب می‌یابد در زمستان و تابستان و برای نان کردن این چیزا. خب یک چیز دیگر باید بگم که انا این گونه وقتی که میبرید از تاک میبریم، اینا میگن سنچه میگن و اینا برای چی میبرن؟ ببینید برای مثال اگر نمی تاک برای سال آینده قوت نکرد و خشک شد، اینا از همینجا بریدن در کار، برای که خب یک چی میکند چیزی زیادی به حساب میرود و اگر از جهت علابیش گیریم چیزی خوب است برای علاب کردن. همینطور یعنی تاک فقط در عموم همین تاک انگور نه فقط از ایناش تازه میکنن، بلکه از اینا هم تازه میکنن، چیزی نالازمش حتما میبرند به خاطری که سبک شوند، به خاطری که زیبا شوند، به خاطری که وقتی که چی شد به خاطری که وقتی که انگور بست به دیگرش خلال نرسونه. خب حالت های هم بود که امسال تاک انگور با پورگی خشک شدن و این یکی از همون هاست که ولی بقاله برای علابی میده نکرده و اینم امسال نیست همین قدر دیگر تقریبا علاب کردیم در زمستان اومدگی و این از معیار خیلی زیاد است، خیلی زیاد که تاک سرما زد و این قدر تاک انگور خشک شد. باید یک چیز بگم که این گونه سنچه هایی که خشک می شوند هر سال اینقدر زیاد نمیشه. از اون که سال گذشته زمستان در وقتش نآمد و خیلی سرد کرد، سرما زد بسیاری تاکوه و برای همین قدر زیاد سنچه برآمد. اما در سالهای من بعد خیلی کم می شود این گونه که تاک خشک شود و اونم بعدا جدا کنیم از تنش. این هم طریق باغ یکی از سمتوی یکی از کارهایی که در باغ پروری میکنن همین کار است دیگه، تاک بری، تاک چینی و تاک بندی. کار دیگرش نصیب به موسمش خواهید دید. تشکر که تا اینجا بودید. امیدوارم نوار براتون پسند آمد. اگر پسند آمد تکمیلی را پخش کنید، آبونه شوید و با دوستای مهنت کشتان هم بفرستید. اگر کسی که خماری دهه گرفته است خب با گوی کار دهه بیاین و اگر کمک کردنی باشه خب با موسمش در کامنت نویسید، فریاد میکنیم میبین یک جا کار دهه میکنیم. خب
تشکر.